سلام به همه دوستان. خوش اومدین به این ویدیو. امروز میخوایم درباره یکی از مهمترین مباحث مدیریت، یعنی مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا BPM صحبت کنیم. موضوعی که اگه درست اجرا بشه میتونه قلب تپنده هر سازمان باشه. به اون کمک کنه همیشه رقابتی، چابک و مشتری محور باقی بمونه. این ویدیو توسط مجموعه کارنگر تهیه شده. کارنگر یک مجموعه مشاوره و آموزشی در حوزه مدیریت و بهبود کسب و کار هاست که تلاش میکنه سازمان‌ها و تیم‌ها رو در مسیر رشد همراهی کنه. هدف ما اینه که مفاهیم مدیریتی رو ساده، کاربردی و عملیاتی منتقل کنیم، نه صرفاً تئوری. پس امیدواریم این آموزش بتونه براتون مفید و الهام بخش باشه. برای اینکه بحثمون ساختارمند باشه، قراره توی این ویدیو 6 بخش رو با هم جلو ببریم. مبانی و تعریف، اهداف و مزایا، چرخه و مراحل مدیریت فرآیند، ابزارها و فناوری‌ها، مدیریت و بلوغ فرآیند. در نهایت هم یک نمونه واقعی و جمع‌بندی. پس همراه من باشین تا گام به گام وارد این مسیر بشیم. وقتی میگیم فرآیند کسب و کار، منظورمون مجموعی از فعالیت‌های به هم پیوسته است که یک ورودی رو میگیره و در نهایت یک خروجی ارزشمند برای مشتری تحویل میده. این مشتری میتونه یک مشتری بیرونی باشه، مثلا خریدار محصولات شما، یا حتی مشتری داخلی باشه، مثل بخش مالی که گزارش و فروش رو از بخش بازاریابی دریافت میکنه. برای مثال، در یک فروشگاه اینترنتی، فرآیند سفارش شامل ثبت سفارش توسط مشتری، تایید پرداخت، آماده سازی کالا در انبار و در نهایت ارسال کالا به دست مشتری است. این یک فرآیند کامل و ارزش آفرین محسوب میشه. اما مدیریت فرآیند کسب و کار یا همون BPM دقیقاً چیه؟ BPM یک رویکرد مدیریتیه که فرآیندها رو مثل یک دارایی سازمان میبینه. یعنی همونطور که دارایی‌های مالی یا انسانی رو مدیریت میکنیم، باید برای فرآیندها هم مدیریت داشته باشیم. BPM شامل طراحی، اجرا، پایش و بهبود مستمر فرآیندهاست. اهمیتش از این جهته که به سازمان کمک میکنه هم کارایی و بهره‌وری بیشتری داشته باشه، هم کیفیت کارها بالاتر بره، هم انعطاف پذیر باشه و بتونه سریع خودش رو با تغییرات محیطی هماهنگ کنه. بدون BPM کارها پراکنده، جزیره‌ای و غیر شفاف پیش میرن، ولی با BPM سازمان مثل یک سیستم منسجم و هماهنگ عمل میکنه. حالا بریم با هم در مورد اهداف و مزایای مدیریت فرآیندهای کسب و کار بیشتر صحبت کنیم. در این بخش ما به اهداف اصلی BPM، مزایای BPM برای سازمان، مزایای BPM برای مشتریان و ذی‌نفعان میپردازیم. اهداف اصلی BPM چند تا بخش مهم داره. اول، افزایش بهره‌وری، یعنی با منابع کمتر نتایج بیشتری بگیریم. دوم، حذف اتلاف منابع، مثل وقت تلف شده یا هزینه‌های اضافی. سوم، ایجاد هماهنگی بین واحدها، چون یکی از مشکلات رایج اینه که هر بخش ساز خودش رو میزنه. چهارم، سازگاری با تغییرات محیطی، سازمان باید بتونه سریع تغییر کنه. و پنجم، حمایت از تحول دیجیتال، چون بدون نگاه فرآیندی هیچ تحول دیجیتالی موفق نمیشه. حالا در مورد مزایای BPM با هم بیشتر صحبت کنیم. BPM برای خود سازمان مثل یک سکوی پرش عمل میکنه. سازمان توسعه و تعالی پیدا میکنه. مزیت رقابتی پیدا میکنه، چون سریعتر و بهتر از رقبا عمل میکنه. کیفیت محصولات و خدمات بالاتر میره. هزینه‌ها کمتر میشن. سازمان چابکتر میشه و میتونه خودش رو سریعتر با شرایط جدید هماهنگ کنه. و در نهایت عملیات سازمان با استراتژی کلان،
هم راستا میشه. خب در مورد مزایای BPM برای سازمان صحبت کردیم و تا حد قابل حدس بود. اما مزایای BPM برای مشتری چیست؟ از دید مشتری BPM یعنی تجربه بهتر. مشتری محصول یا خدمت رو سریع‌تر و دقیق‌تر دریافت میکنه. سازمان شفافتر و پاسخگوتر میشه و همه اینها باعث میشه مشتری احساس ارزشمند بودن کنه و وفادار به سازمان باقی بمونه. یکی از مفاهیم کلیدی در بهبود فرآیندها چرخه PDCA یا چرخه دمینگ هست. این چرخه 4 مرحله داره. پلن یا برنامه ریزی، دو یا اجرا، چک یعنی پایش و بررسی و اکت یعنی اقدام برای بهبود. این چرخه دائمی و هیچ وقت متوقف نمیشه چون بهبود فرآیندها پایانی نداره. چرخه عمر BPM معمولاً 6 مرحله داره. 1. شناسایی فرآیندهای کلیدی. 2. مدل سازی و ترسیم فرآیند. 3. تحلیل برای کشف نقاط ضعف. 4. طراحی مجدد برای بهبود. 5. پیاده سازی فرآیندهای جدید. 6. نظارت و کنترل مداوم برای اطمینان از عملکرد درست. این مراحل مثل یک حلقه دائمی تکرار میشن. ابزارها و فناوری‌ها نقش بسیار مهمی در BPM دارن. حالا این ابزارها چیا هستن؟ BPMN که زبان استاندارد مدل سازی فراینده. BPMS نرم افزاریه که کل چرخه مدیریت فرآیند رو پشتیبانی میکنه. ERP داده ها و فعالیت های سازمان رو یک پارچه میکنه. و در ادامه RPA که کارهای تکراری رو خودکار میکنه. و پروسس ماینینگ با تحلیل داده ها به ما نشون میده فرآیندها در عمل چطور اجرا میشن. حالا تفاوت BPM با BPMS چیه؟ دقیقاً. اینجا یک نکته کلیدی هست. BPM یک فلسفه مدیریتیه. اما BPMS یک ابزاره. BPM به این میپردازه که فرآیندها چطور باید طراحی و بهبود پیدا کنن. اما BPMS کمک میکنه این فرآیندها در عمل به صورت خودکار اجرا بشن. پس BPM بدون BPMS ناقصه و BPMS بدون BPM بی‌معناست. انواع فرآیندها به 3 دسته کلی تقسیم میشوند. فرآیندهای اصلی که مستقیم به مشتری ارزش میدن مثل فروش. فرآیندهای پشتیبانی که به فرآیندهای اصلی کمک میکنن مثل منابع انسانی و فرآیندهای مدیریتی که تضمین میکنن همه چیز درست پیش میره مثل برنامه‌ریزی استراتژیک. اگه بخوایم یه نمونه واقعی رو مثال بزنیم که از نقش BPM هم توش بگیم میتونیم به فرآیند ثبت شکایت آنلاین اشاره کنیم. مشتری شکایت رو توی سایت ثبت میکنه. سیستم به طور خودکار شکایت رو ذخیره و شماره پیگیری صادر میکنه. مسئول مربوطه به صورت سیستمی ارجاع داده میشه و در نهایت نتیجه رسیدگی به مشتری اطلاع داده میشه. اینجا BPM باعث میشه هم مشتری راضی باشه هم سازمان کارآمدتر عمل کنه. سطوح بلوغ فرآیندی. سازمان‌ها در بلوغ فرآیندها 5 سطح دارند. سطح اول Old Hook که بی‌نظمه. سطح دوم Defined که فرآیندها مستند میشن. سطح سوم کنترل که اندازه‌گیری و پایش وجود داره. سطح چهارم Architected که فرآیندها یک پارچه و همسو با استراتژی هستند. و سطح پنجم Proactively Managed که سازمان به صورت پیشگیرانه و آینده نگر عمل میکنه. البته این نکته هم مهمه که پیاده سازی BPM همیشه ساده نیست. یه سری چالش هایی وجود داره. مثل مقاومت کارکنان در برابر تغییر، نبود فرهنگ فرآیند محور، کمبود مهارت‌ها، هزینه‌ها و پیچیدگی پیاده سازی و در بعضی موارد غفلت از عامل انسانی و تمرکز بیش از حد روی فناوری‌ها.
بیاین یه دور همه چیز رو با هم خلاصه مرور کنیم. BPM یعنی فرآیندها دارای سازمان هستند. هدف اصلی BPM بهبود مستمر و ارزش آفرینی برای مشتریه و موفقیت BPM فقط وقتی ممکنه که 3 رکن انسان، فناوری و فرهنگ سازمانی با هم همراه باشن. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. اگه این آموزش براتون مفید بود، کانال ما رو حتما دنبال کنید. نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین و با ما در ویدیوهای بعدی همراه باشین. امیدوارم از این به بعد نگاهتون به سازمان مثل یک مجموعه فرآیندهای زنده و پویا باشه، نه فقط یک سری واحد مجزا.